این لوکیشنی که داریم میریم یه کوره آجرپزی خدمتی 53 ساله داره و از سال 65 متروکه شده. اهالی روستا بر این باورن که اینجا جن زده است. ازشون که دلیلشو پرسیدم گفتن همه چی از زمانی شروع شد که کوره مشغول به کار بود. طی یه اتفاق کوره سوز کوره از بالا داخل کوره میفته و زنده زنده در آتش کوره میسوزه و فوت میکنه و ماجراها از اینجا شروع شد. صاحب کوره که از ترس انتقام خانواده کوره سوز نگهبان استخدام میکنه. در عین ناباوری فردای اون روز جسد نگهبان رو از اتاق نگهبانی پیدا میکنه. دلیل مرگ نگهبانی که پرسیدم گفتن پزشک قانونی ایست قلبی تشخیص دادن. بریم دوباره داخل اینجا خبره. من اینجا رو ول نمیکنم.